بسم الله الرحمن الرحیم. ولوتان ری نادیله. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 164 مهندسی جهل رو آغاز میکنم. امروز هم میخواهم با ورق زدن یک کتاب قدیمی چند ساله ترکی به زبان ترکی تخصصی یا علمی و خطی منحصر به فرد آشنا بشیم. با هر آشنایی با یک کتاب ترکی قدیمی چند صد ساله خطی دستنوشته تخصصی یک مقداری از اون دیوار ضخیم 60 ساله‌ای که در ذهن من و در هر سنی که شما دارید در ذهن شما ساخته شده یه مقداری ازش ترک برمی‌داره، یه مقداری ازش میریزه، یک نوری از روزنه های اون به درون ما میتابه و ما رو به سمت آگاهی و آزادی میبره. آزادی به نظر من زمانی معنی داره که اولا به نظر من آزادی مطلق وجود نداره، برای اینکه ما بنده یه چیزی هستیم. ما نمیتونیم از جهان مادی خارج بشیم. مهمترین مسئله اینه، ما خودمون مادی هستیم، بدنمون ماده هستش و نمیتونیم فارغ از ماده باشیم. این یکی از چیزهایی که ما رو محدود میکنه، آزادی نمیده. دوم این که ما در بدنمون هورمون هایی داریم که اینها به حال و هوای ما، به درون ما، به بیرون ما، به رفتار ما، به فکر ما تأثیر میذارن. سوم این که وجود ما، این تن ما یک توانایی هایی داره که مرز دارن و از این مرزها خارج نمیتونه باشه. چهارم این که عقل ما محصول جامعه و تاریخ و مکان و زمانی است که درش زندگی میکنیم. کسایی که جلوتر از ما زندگی کردن احتمالاً عقلشون به اندازه‌ای که عقل ما پیشرفت توسعه کرده و پیشرفت کرده رشد نکرده بوده به خاطر آموزش ها و تکنولوژی های جدیدی که ما میبینیم و نسبت به نسل بعد حتی نسلی که امروزه مثلا نوه من، فرزند شما، نسبت به ما بسیار جلوتر هستن، برای اینکه اینها با تلفن و با اینترنت و با موبایل و اینها بزرگ میشن. اسباب بازیشون اینهاست، ما اونها رو یاد میگیریم، اونها با اونها بازی میکنن. در نتیجه عقل اونها هم بسیار متفاوته. از طرف دیگه ما محصول جامعه هستیم، دین جامعه، اخلاقیات جامعه، اقتصادیات جامعه، روابط اجتماعی جامعه، روابط خانوادگی جامعه، نوع نگاه، نوع آداب و سنت ها، مجموعه تاریخ و سنت هایی که به ارث رسیده به ما، همه اینها آزادی های ما رو کم میکنن و در رأس همه اینها دولت وجود داره. دولت ها بخش بسیار زیادی از آزادی های انسان ها رو میگیرن، ازشون سلب میکنن تا بتونن در جامعه یه نظم و امنیتی ایجاد بکنن، در راستای اون اهدافی که دارن یه کارهایی انجام بدن که بتونن. ولی به هر حال دولت ها کارشون بر اینه که هر چقدر میتونن از آزادی های افراد و جوامع بکاهند و به خصوص این در جهان شرق، به خصوص در اون چیزی که ایران سیاسی من مینامم، در اونجا این بسیار زیاده. هر روز قوانین جدیدی برای محدودسازی اختیار انسان، آزادی انسان وضع میشه یا بدون اینکه قانونی وجود داشته باشه اعمال میکنن محدودیت ها رو. محدودیت های مالی، محدودیت های آموزشی، محدودیت های شغلی، اینها محدودیت هست که آزادی ها رو بر ما تحمیل میکنن. در رأس اینها عرض کردم دولت و در رأس دولت هم، در بالاتر از دولت هم، اون سیستم جهل جهانی وجود داره که برای تأمین منافع یک طبقه خاص یا یک تعداد انسان محدودی که منافع مادی دارن و به خاطر منافع مادی جامعه رو، رفتار رو، آموزش رو، رسانه ها رو، عرضم به حضورتون دادگاه ها رو، قوانین رو، سازمان ها و نهادهای اجتماعی دولتی و غیر دولتی رو شکل میدن و برای مردم
علایق و سلیقه ایجاد میکنن از اینها عبارت هستن. به نظر من اینها عبارت هستن. من دیروز با یه ویدئوی دیگری آشنا شدم که حدود مثلا فرض بکنید 50 سال پیش یا شاید 60 سال پیش از خانم‌های خیابان میپرسیدن که مثلا این خانومی که یه مقدار سینه‌اش بیشتر بازه، یه مقدار سینه‌هاش دیده میشه، نظرتون چیه؟ اکثر خانم‌ها میگفتن که این نرم اجتماعی نیست، بده و هیچ کس از این پیروی نخواهد کرد. ولی امروزه میبینیم که به مد اجتماعی تبدیل شده. هر چقدر لخت بیشتر بدن لخت دیده بشه اونقدر با کلاستر زنها. از طرف دیگه هر چقدر مردها پوشیده تر باشن با کلاسن. این دو طرف قضیه است. برای اینکه خانم ها در زبان عامیانه میگن سکسی ترن و خب باید یک کاری کرد که اینها نیاز اجتماعی ایجاد بکنن، نیاز برای اقتصاد ایجاد بکنن. چرخ تحرک اقتصاد و اجتماع رو بستن به خانم ها و خانم ها رو یک کاری کردن که در یه مسابقه دائمی رنگ و لعاب و لباس و کفش و کیف و اینها درگیر کردن و این فقط سیاست اون تعداد اندکی مرده که در سطح جهانی وجود دارن و میتونن مد ایجاد بکنن و مدها رو از طریق خانم ها ایجاد میکنن و میدونید که مدها رو هم ثروتمندان ایجاد میکنن نه فقرا. به هر حال خواستم بگیم که آزادی وجود نداره، ولی ما میتونیم هر چقدر که این زندان جهل و جهالت رو در مغزمون بشکنیم، حداقل در یک قسمت‌هایی به آزادی برسیم و اگر بتونیم دولت ملی خودمون رو تأسیس بکنیم قطعاً آزادی بیشتری داریم نسبت به دولتی که تحت اشغال هستیم. با آنکه عرض کردم دولت‌ها آزادی رو محدود میکنن، ولی هر دولت ملی بهتر از دولت اشغالگره. یعنی حداقل مثلا بگیم اگر دولت اشغالگر 100% آزادی های انسان رو ازش میگیره، دولت ملی ممکنه که 50%، 70%، 80% به انسان آزادی بده. در نتیجه اون مللی که دارای دولت هستن آزادی های بیشتری دارن تا مثلا ایران که آزادی نداره، برای اینکه دولتش دولت ملی نیست، دولت اشغالگره و خودش هم دولت حتی فارسا نیست. این دولت عوامل خارجی هستن که در ایران از طرف غربی های مسیحی برای حاکمیت بر اینجا و به نمایندگی از اونجا اینجا گذاشته. اینها باید وفاداری خودشون رو به اون بالایی ها که غربی ها هستن ثابت بکنن. فرقی نمی کند رضا پهلوی باشه، محمد رضا باشه، خمینی باشه یا خامنه ای باشه، هیچ فرقی نمی کنه. این تأثیری در اون نخواهد. باید سر و گردن بنهند و به هر حال برای اینکه بتونیم در این زندان یه شکاف دیگری رو ایجاد بکنیم، میریم ببینیم که برای امروز چه کتابی رو میتونیم پیدا بکنیم و با هم بخوانیم. ما دیروز فکر میکنم دینداشلارما ögüdlerim رو خوندیم. دیدیم که یه معلمی برای حالا درس سوم و چهارم پنجم ششم مطالبی رو نوشته بود و آموزش هایی رو میداد. گفتیم ögüd یا öğüd پند و نصیحت هستش. حالا این رو داشت میگفت. حالا بریم ببینیم که این کتاب امروزی که موعظه بودور، این چه چیزی رو برای ما میخواد امروز به ارمغان بیاره. مثل همیشه با بررسی فیزیکی کتاب، شکل ظاهری کتاب برگی در PDF شروع میکنیم. جلد کتاب رو میبینیم، یه جلد سیاهی داره که تقریبا در حاشیه اون یه حاشیه کاری شده بوده که روی چرم تقریبا یه بخشی از بین رفته اونها و در مرکز هم یک حالت احتمال میدم که یه حالت لوزی مانندی، نه یه چیزیه به هر حال
نمیدونم اسمش چی هست و احتمالا در وسط اون اسم کتاب بوده که دیده نمیشه. بعد وقتی کتاب رو باز میکنه روبرو میشیم که این قسمت شیرازه کتاب پاره شده و تلاش کردن با سیریشم این رو بارها بچسبونن. سیریشم خیلی کلفتی خیلی زیادی در اونجا الان دیده میشه ولی کتاب نچسبیده. و در صفحه بعدی با یه اعداد و محاسبات و نقطه ها و اینها مواجهیم و یه چیزی هم که نوشته شده اینجا هم یه چیزی امام غزالینون، حالا برمیگردیم اگه بتونیم بخونیم، اینجا هم با 2 مهر احتمالاً واقف مواجه هستیم که ببینیم چی هستش. حسن محمد حلیم، احتمالاً مهر این باشه، حسن محمد حلیم، یه چنین چیزی، اولیا. بعد این کتاب در کتابخانه سلیمانیه نگهداری میشه. صفحه اول یه چیزایی اینجا زیر اعداد نوشتن که نمیدونم چیه، حالا برمیگردیم اگه بتونیم. و از صفحه بعد بسم الله الرحمن الرحیم و متن شروع میشه، روی کلمات عربی و احتمالاً بعضی کلمات ترکی هم صداگذاری کرده، اعراب گذاری کرده، استانداردش کرده و بعضی از کلمات رو هم با رنگ قرمز نوشته تا حالا بر اونها تاکید بکنه، هم احتمالاً اول پاراگراف مثلا حساب بشه یا مثل میان تیتر. این کتاب خیلی نباید قدیمی باشه، در بالا هم خیلی روی اون تاکید نشده که چه سالی نوشته شده. تلاش میکنیم که حالا ما 1 سالی پیدا بکنیم، ولی کتاب موعظه بودور 378 صفحه کتابی داره و که در پی دی اف در 189 صفحه پی دی اف دیده میشه. این کتاب چرا میگم جدیده؟ به خاطر اینکه در اطراف نوشته جای زیادی برای حاشیه نویسی نگذاشته، در این حالی که خالی از کادر هستش. معمولا در گذشته کادر میذاشتن که و در این صفحه میبینیم حالا کادر میگذاشتن برای اینکه حاشیه رو از متن جدا بکنن. اگر کسی حاشیه بنویسه یه جوری نباشه که متن رو تحت تاثیر قرار بده. و اینجا با کلمات قرمز و با خط قرمز بر بالای کلمات و جملات مواجه هستیم که با رنگ قرمز خط کشیدن تا تأکید بکنن. آب رفتگی در کتاب رو میبینیم که در بالای کتاب دیده میشه. جرچه اینجا میبینیم که این نخی که حالا این نخ نیست، البته نخ خیلی نازکه، این ایپ نمیدونم چی هستش، این به هر حال نخ تو فارسی فکر میکنم برای این اسمی ندارن. نخ خیلی نازکه، مثلا نخ خیاطی هست، ولی مثلا اگر 10 برابر اون کلفتی داشته باشه یا 10 تا نخ خیاطی رو یا 20 تا رو با هم یه نخ بکنن، اون چی میشه؟ اسمشو نمیدونم، احتمالاً اسمی باید داشته باشه. خب زبان دوم اینه، شما هر کاری بکنید نمیتونید اون چیزها رو بگیرید، اینها رو در زبان مادری یاد میگیره آدم. ایپلیک اینجور چیزها. حالا اون قسمت وسط دوباره ما همین چیزها رو مواجهیم باهاش. اینجا هم یه مقدار رنگ پاشی شده، متاسفانه این رنگ پاشی در ادامه افزایش بیشتری رو میبینیم درش. رنگ قرمز در بعضی جاها زیاد به کار برده شده، آب هم در بعضی جاها. اینجا با حاشیه نویسی برای اولین بار با حاشیه مواجهیم که میبینید اینجا نوشته شده، احتمالاً عربی باشه این حاشیه. برمیگردیم اینها رو اگه بشه یه چند صفحه از کتاب رو میخونیم. من حالا تصمیم گرفتم از این بعد بیشتر از اول کتاب بخونم تا آخر هر 10 صفحه یه دونه، برای اینکه میخوام حالا با خط نویسنده بیشتر آشنا بشم، دست خطش، برای اینکه این خط منحصر به فردیه. وقتی 1-2 صفحه از اول میخونیم و بعد میپریم یه صفحه در وسط کتاب،
در اصل ما نمیتونیم با این نویسنده و اون کلماتش آشنا بشیم. در این صفحه هم دوباره در این 2 صفحه هم میبینیم که خیلی مطلب زیادی نوشته شده و اینجا میبینیم که انگار مثلا کتاب تمام شده و در حالی که اینجوری نیست، به نظر نمیاد کتاب تمام شده باشه. این کسی هم که حاشیه رو نوشته مثل من بوده، یعنی خط اصلا زیبایی نداشته. هازا الهی فی القدوم احتمالا باشه. اینها هم یه چیزایی اینجا نوشتن که در 1 2 3 4 و 5 2 تا 1 داره، 3 و 4 و 5 و 6 و 3 تا 2 تا 2 داره و 2 تا 3 داره، 2 تا 4 داره. اینجوری هر عددی 2 تاست ازش، یعنی احتمالاً 2 تا بیت رو، حالا اگه بیت فرض بکنیم، اینجا 1 2 صفحه خالیه، یک چند صفحه خالی و دوباره با یه خط دیگری یک چیز دیگری شروع میشه. تقسیم هوای، احتمالاً یه چیزی رو اینجا کار تقسیم رو انجام میده. این خط با اون خطی که تا اینجا خونده بودیم خیلی متفاوت هست، خیلی متفاوته. و اینکه اون یه مقدار حالا حاشیه برای حاشیه نویسی گذاشته بود، این نویسنده اصلا حاشیه نویسی برای حاشیه نویسی جای چندانی رو نگذاشته. در این حالی که به نظر میاد از اشعار هم استفاده کرده. حالا چرا میگم اشعار؟ برای اینکه بین در یک سطر انگار که مثلا مصرع ها رو از هم جدا کرده باشه، یه 3 میلیمتری فاصله در بین اون هست. اینجا میبینیم کتاب پاره شده بوده، با یه چسب کاغذی این رو چسبوندن و اینجا هم میبینیم که اینجا تقریبا یک مطلب اگرم بوده ناقص میمونه و به یک مطلبی عربی شروع میشه با که بر روی هر تمامی کلمات و حروف اعراب گذاری کردن و خیلی شروع دیده میشه. در این حال که آب رفتگی یا روغن رفتگی اینجا رو میبینیم که کتاب رو خیلی کدر کرده، چرک، و اجازه نمیده که ما متن کتاب رو خیلی خوب ببینیم. احتمالا در خوندنش هم مشکل ایجاد، ولی از نظر نوشتن خیلی بهتر از اون 2 تا خط قبلیه، برای اینکه من میتونم به راحتی این کتاب رو، این قسمت رو بخونم، ولی اون قسمت قبلی رو احتمالا در خوندنش مشکل خواهم داشت. اینجا هم با آنکه من فکر کردم عربیه ولی عربی نیست، برای اینکه یهو متوجه این آلتمجی باب گرداش تنبیه گرنداش. نگاه کنید مثلا اینجا گرنداش، اینجا گرداش نوشته و پس این هم صداگذاری گرچه کرده ولی این بسیار زیباست از نظر من. حالا چرا؟ چون که این اگر عربی نیست دیگه، فارسی ترکی هستش، این صداگذاری و اعرابگذاری کلمات کار بی‌نظیری است که ما میتونیم این کتاب رو بهتر بخونیم. حالا این قسمت رو اگه بخونم این رو بهتر درک میکنیم و تلاش میکنم این قسمت رو بخونم. در اینجا میبینید که در حاشیه ها اصلا انگار که دیگه نمیخواسته جای سفید بذاره، کلمات سطرها به هم نزدیکن، کلمات تو دل هم رفتن. با این حال این قسمت کتاب که رنگش هم متاسفانه به سیاهی زده و داشته نابود میشده و احتمالاً هم روغنی هستش، این رو برگ‌های روغنی بود که در گذشته بود، الان دیگه نمیدونم هست یا نه. اینها این خطها خیلی بهتره، برای من قابل خواندن هست و میتونم اینها رو، یعنی زیباست، میتونم با اینها ارتباط عاطفی، فکری، حتی اخلاقی، احساسی برقرار بکنم. دوباره میبینیم که کتاب پاره شده در وسط کتاب و با چسب بلند از بالا به پایین این صفحه ها رو دیگه چسب کاری کردن. همون رنگ قرمز ادامه داره ولی دیگه از خطها خبری نیست. من حالا یه مقدار با سرعت بیشتری صفحات رو میبرم که ببینیم چی هست. ما اینجا میبینیم دوباره همون نخ ها پاره شدن و
رنگ اونها دیده میشه که خیلی لامرتب اینجا افتاده. اینجا با یه اشعاری مواجه هستیم که امیدوارم بتونیم بیایم بخونیم. خیلی زیباست این قسمت کتاب که صداگذاری کردن. اینجا هم انگار که دوباره یک شعری باشه، یه چیزی باشه. امیدواریم که اینجا کتاب پاره شده کاملا، این صفحه کتاب پاره شده، علاوه بر این که این لبه های کتاب کاملا از بین رفته و رنگ کتاب هم در اثر اون آب و نمیدونم هر چی که بوده ریخته از بین رفته. ولی اینجا میبینیم این صفحه کاملا پارش هم شده، در نتیجه بخشی از اون چیزی که نوشته شده غیر قابل خواندن هست، یعنی چون وجود نداره که آدم بتونه بخونه. هرچی که جلوتر میریم هم به پوسیدگی کتاب بیشتر میرسیم و هم به اینکه آب بیشتر یا اون مایعی که بوده بیشتر میشه و رنگ کتاب هم از بین میره و سفید چیزش رو از دست میده. اینجا با انگار که با عربی هاش، نه عربی نیستن، باطل آنجخ. اینجا هم با اشعار انگار که اینجاها اشعاری هستش که اگه بشه ازش یکی دو تا بخونیم خیلی عالی خواهد بود. اینجا با در یکی دو صفحه با کادر مواجهیم. کادر ساخته و فی شریف نبی علیه السلام. احتمال هم من اینجوری خوندم ولی ظاهراً در بعضی از صفحه ها تلاش کردن کادر بسازن و اشعار رو جدا بکنن و میان تیتر بذارن یا برای هر شعر یا قصیده یا غزل یه اسمی بذارن که بعد نشده، بعد هی تغییر دادن. این اواخر اینجا خط عوض شد دوباره، با اینکه هنوز اون صداگذاری و استاندارد کردن صداها رو میبینیم، اما در این دو صفحه مثلا و این صفحه های قبلی خط عوض میشه. انگار که اینجا مثلا در رابطه با قرآن هم هست این کتاب، این قسمت ها. اینجا دوباره کادر سازی و اشعار، احتمالا اینها اشعارن که اگه برگردیم اینجا رو بخونیم خیلی بهتر. من میخواستم ببینید اولش رو بیشتر اول کتاب رو بخونم، ولی اونقدر زیبایی اینجا هستش، اشعار فلان هستش که آدم دلش میخواد که بخونه. اینجا هم خط عوض میشه و همین که مثلا نمیدونم اینجا مثلا یهو با یه بسم الله جدیدی رو برو میشیم، انگار که کتاب تموم شده و این در صفحه های بعدی. البته این کتابه، یعنی نمیدونم چه شکلیه، ولی خیلی کتاب متفاوتیه، یعنی انگار که مجموعی از صفحه ها هستش که در یه جورایی در کنار هم جمع کردن و هر بخششو یه نفر نوشته. نمیدونم اینجا با یه آمار هستش یا چی هستش، تاریخ 1271. اینجا اینو دیدیم تاریخ. حالا بذار ببینیم این تاریخ که بزنیم 1447 ازش کم بکنیم 1271 اگه ازش کم بکنیم 176 سال پیش این کتاب نوشته شده. اینجا نمیدونم برای چه اساسی 1271 رو گذاشته، ازش 915 رو کم کرده شده 450 و دوباره نمیدونم 450 رو حتما با 907 شده جمع کرده شده 1271 که به عنوان تاریخ این رو استفاده کرده. و این جلد کتاب رو که میبینیم پاره شده. برگردیم اول کتاب و تلاش بکنیم، حالا برعکس اون چیزی که گفتم به خاطر این وضعیتی که پیش اومد میخواهم یه مقدار صفحات بیشتری رو بخونم. امام غزالینون اذا وقعت تفسیرون موعظه با دوغنی
bayan ettiği budur. حالا اینگار که این یک کتابیه که امام محمد غزالی نوشته در مورد سوره اذا وقعت. احتمال میدم اذا وقعت الواقعه، احتمال میدم که اون باشه. حالا میگه که تفسیریدن موعظه باب دوغونه یا یایدغونه، موعظه یایدغونه و بیان اتیک بودور. اینجا یه چیزایی نوشته که با خط کشیدن روش، اینجا هم یه چیزایی نوشته بوده که پاک کردن. العبد الداعی له دام دولتکم العالی اولیا محمد حلیم العاصی. اینجا یه چیز دیگه، همین اولیا محمد حلیم. اینجا یه حسن هست 1100 نه این عدد خیلی بزرگه، 1000 نیست، این 1230 مثلا یه چیزی باشه. اینجا پیغمبر صلی الله تعالی علیه و سلم buyurdu sazay ümmetimden siz ey ümmetim kendi nefsleriniz Ali'sini kefir olun. Ali sünneti kefil olun. Ben dahi sizin eyvan kefil olurum diye buyurdular. Şimdi öyle kefili bulmak ne büyük اولت لندب حالا این دیگه این خط رو میگم باید بخونیم ببینیم که چی هستش. برگردیم اصل کتاب رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موعظه بودور، اسم اینجا رو گفته این موعظه هستش. الحمدلله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و ما این چی هستش؟ و تلا علی محمد، تسلیم احتمالا باشه، تسلیم علی محمد و آله و صحبه اجمعین. حالا و الصلاة و سلام، همون سلام باید باشه. و الصلاة و سلام علی محمد و آله و صحبه اجمعین. اخرج الامام، از امام غزالی از کتابش این رو در آورده. یه فی نوشته بوده، این رو یه خط کشیده که نخونید. احمد و فی احمد خی حسنده و مسلم و ابو داوود. حالا اینجا من اینجوری میخونم دوستان ولی اینجوری نیستش، واقعا نمیشه خون، کلمات خیلی تو دل هم رفته که نمیشه کلمه ها رو از هم جدا کرد. احمدو فی حسنده و مسلم و ابو داوود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه لاعن. حالا این چیه؟ ماجه لاعن خلیفه رضی الله عنه. این احتمالا خلیفه باشه، احتمال میدم. خلیفه معنی نداره ولی این احتمالا خلیفه باشه. رضی الله عنه. قال رسول الله علیه السلام لا تقوم ساعد حتى تكون 10 ایام الدخان و الدجال و دابة الارض و طلوع الشمس من المغرب او 3 خسوف خسف یا خسق بالمشرق و خسف. و اینجا یه چیزی خسف بالمغرب به جزیره العرب احتمالا باشه. حالا مثل جزیده نوشته شده. به جزیره العرب و نزول عیسی علیه السلام و یعجوج و معجوج و نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى
الى المحشر تبیت معهم ابن باتوا کذا فی جامع الاسرار یحیی شریفته. حالا توحید بهشت şerife یعنی چی نمیدونم. Hazreti Muhammed aleyhisselam buyurur ki on alamet vardır anlar kimince kıyamet kopmaz. Onlar gelmeyince kıyamet kopmaz diyor. Diyor buyurdu. Hala اینجا دیو buyurdu. احتمالا اینجوری بخونی. اینجا یه الف هستش. گفتم اینجا خیلی در این لهجه‌ای که این کتاب نوشته شده از الف خیلی زیاد استفاده شده در وسط کلمه ها. احتمالا به جای صدا استفاده شده، صدای ا. امدی قیامت احوالی آندن بیر مقدار بیان ادالوم. اینجا دوباره الف زیادی گذاشته نسبت به قبلی ها. احتمال میدم که ادالوم به جای صدا الف گذاشته، از صدای ا الف گذاشته. ادالوم. Lakin bazı yerlerde ahval kıyamet ihtisar o üzerinde Türkiye'de çıkarıp yazmışlar. Üzerinde Türkiye'de çıkarıp yazmışlar. Halk kıyamet ahvalin hemen bu kadra 70 diyor. Bu kadra 70 diyor. Tahaffuf rayihasi tevahhum olduğu sebepten lazım oldu ki kıyametin ne nehabenden yani çi kıyametin nehabenden heybetlerinde bazı suavel حالا ببینید suavel خلق ha istediği mahallerden eyleri İmam Gazali'nin. حالا غزالی رو مثل رزه ننوشته، مثل دال زره نوشته. غزالی'nin اذا وقعت تفسیریnden bir miktar بیان etmekle. حالا ایشون یه تفسیری در مورد سوره اذا وقعت داره، میخواد در مورد اون علائم به نقل از پیغمبر علائم قیامت رو بگه که قیامت چه زمانی رخ میده. شروع اتی الله تعالی اوگیانه کسی که میخونه، اوگیانه و دین لیانه و کسی که میخونه و کسی که گوش میکنه. رحمت اتیگی گللerinden دوباره یه الف داره اینجا ایلیه آمین یا معین. لکن bu علامت همینجور میگفتم به نظرم میاد که از صدای الف به عنوان صدا استفاده. علامتler اینجا شده علامتler gengisi alametlerin gengisi hamısı yani اول gelür aman اختلاف eylemişler. احتمالا این علما باشه که جدا دیده میشه. علما اختلاف eylemişler. Rum eli میشه ترکیه امروزی. Rum elinden 80 sancak ile bir azim asker çıktı gibi her sancak dibinde 12.000 Rumurgima ve kani ola cümle asalim eskerin Allah Teala ben Allah Teala'nın takdir eyler bozup hatta Medine gurbunda a'mak olur. Bir de vardıkta Medine'den İslam askeri 70.000 gaziler çıktıkta kafirler dilerler ki
bizim sizden, hala sizin, bizim sizin ile davamız yoktu. Şol fi ya ki şul bizim ve yala yetmedi. Ve illa yetmedi. Harab edip oğlumuzu ve kızımızı esir eylesinler. Bir anları isteriz anları bize ve birin siz farık olup diler. Farık olun diler. Pes ol gaziler dilerken biz ol gerendaşlarımızı yalnız ve حالا دارم یواش یواش با نوشتار این کتاب آشنا میشم. بعضی جاها خب خوندنش سخته به خاطر اینکه حتی حروف رو هم خیلی درست ننوشته. از نظر املایی با اون چیزی که ما امروز میدونیم متفاوته. مثلا بیزم سیزون، این سیزون یه سین هست، یه دالزه هستش و یک کافی که به حالا اون نون غنه هستش. ایله دعوا، حالا اینجا این میز احتمالا این باید مرزه باشه، یعنی زه باشه ولی دالزه هست. میز یقدی، مثلا الان اینو متفهم دعوا میز یقدی. حالا اینجا گیشول، این احتمالا میشول بیزم. دوباره این بده یعنی ب و ز هستش، ز دال مثل دال هستش. بیزم ولایت میزی. حالا اونجا اینو من غلط خونده بودم، حالا برگشتم دوباره دارم میخونم میبینم که این باید ولایت میزی بخونیم. خراب ادب اغلومیزی. خب برگردم احتمالاً takdir eyleyüp bözüp eyler bozup hatta Medine gurbünde اعماق adlu bir yerde. اسمش یه جایی هستش اسمش اعماقه. اعماق adlu bir yer var و bir yere bir adlu yerde vardıkta Medine'den İslam askeri 70.000 gaziler çıktıkta kafirler diler gibi diler ki bizim sizin ile davamız yoktu. Ki şul bizim, حالا این چی هستش؟ gen یا geni şul bizim vilayetimizi harap edip oğlumuzu ve kızımızı esir eylesinler. Bir anları biz ihtimali anları isteriz, anları bize verin, siz farık olun diler. Pes ol gaziler dilerken biz ol gerendaşlarımızı yalnız، حالا این یالنز به خاطر این برگشتیم این همه دوباره. یالنز این یا یه و الف و لام بعد اون نون غنه هست و سه نقطه‌ای که حالا دندانه هم گذاشته دوتا و دال هستش که روی نقطه گذاشته دالزه. این یالنز و مزاید، حالا ور مزاید، نه این ز آخرش هم زره، مزایز ورمزایز ورمزیز. حالا اینجوریه ورمزیز یعنی جمع میبنده خودشون رو، خودمون نمیدیم. دیگه kafirler ile azim savaş eylerler. Ama bu aksi İslam 3 ama bu askeri İslam 3 bölük ola bir bölüge ede kafirlerin bezm eyliye. Bu kadardi. Bu kadar davası deyip geçeler. حالا دیگه
اینو ادامه ندیم. کتاب خیلی راحت میشه خوند. من میخوام اون قسمت‌های بعدی رو هم بخونم، برای همین میرم از هر صفحه 50 یه صفحه میخونم. برم الان صفحه 50 ببینم رسید به اینجا، اینو دیگه از اولش میخونم. اون کتاب قبلی رو از آخرش یه مقدار بخونم، ببینم میتونیم یه کتابی چیزی، یه اسمی چیزی ازش در بیاریم اینجا. Bu neler Gorgudan şaşup Muhammed ismin onurup ederler. Bir Kur'an okuduk. İhtimalen biz Kur'an okuduk diler. Malik ayyu zalimler şöyle günahi etmiş. Bizi ki biniz biz ki حالا اینجا بعضی است که پیغمبری نیست. محمد اسمین unutmuş. سکندر احتمالا یا سنزریه نمیدونم چی میشه. سنزریه bunlar محمد اسمین eşidince feryat edip ederler Muhammed ümmetinden eyyede ki ya Malik bize Muhammed ümmetinden edin ya Malik bize bir miktar mühlet, ya Malik bize bir miktar mühlet veriz, ağlaşalım dediler. Malik idi, ey kavm, Allah Teala sizi yarattı, kalbimde zerre kadar merhamet yaratmadı. Hemen varun nare diye bu sözü eşidince bunlar گوجلر ایده. حالا اینجا دیگه بقیهش رو نوشته که خیلی با خط دیگریه، نمیدونم چه شکلی، یعنی احتمالاً حاشیه هستش که به این ملحق شده. اینجا یه 4-5 صفحه خالیه و بعد این کتاب دیگری شروع میشه. یا الهی اهل حق یاردم اله هر زمان قوه یوغیه آنا ور قوتی یا مستعان. قوتی یوغیسه یا الهی اهل حق یاردم اله هر زمان قوتی یوغیسه آنا ور قوتی یا مستعان. آوله احسانی احتمالاً عادله باشه، آوله من دارم میبینم. آوله احسانینی adile ihsanini ver zalime insafini gafilleri ya Rab uyandır sanki sağdık haman این سفتن همان یا سفت روز محشر دلجین روز محشر دلجین مصطفی قلشفی روز محشرده جنین مصطفی قلشفی یا بنا یا ربنا یا ربنا بو نفسی آلندل امان. حالا اینا دیگه نمیدونم بخونم و اینکه چون اشعار باید بفهمیم، حالا هم ما هم از کتاب پریدیم دیگه یه مقدار سخته. بریم این قسمتی که گفتیم با کلمات ترکی رو مثل عربی صداگذاری کرده و چیزی اولدی دلیلی قطعیه لا 8 و şüphesiz şeksiz ve şüphesiz gönülde bereket deliliyle kim Allah Teala erişmiş. حالا این نشون میده که این کتاب قبلی سفیده
به این هیچ ربطی نداره ظاهرا. یعنی اون از اینجا به بعد یه کتابیه که اولش هم نیست، آخرش هم احتمالا نیست، به این کتاب قبلی هیچ ربطی نداره. این کتاب جدیدیه با خط جدید، با شیوه جدید، بسیار متفاوت با اون کتابی که احتمالاً به امام محمد غزالی نسبت داده میشد هیچ نسبتی احتمالاً نداره. الله تعالی ایرمیش و şerik yok imiş. Zinhar köklükde ve canın gönülde, ihtimalen gönlünde ve canın mühkem eyle olmasın kim gönlünde bir zerre güman ola ya dilegünde bir zerre muata ola. Eğer olacak olursa olursadır dirilenmekte ya ölmek vaktinde, dirilgünde ya ölmek vaktinde neuzubillah şegi olursun. Küfr ile gidersin. Abedal abed cehennemde kalırsın. Zinhar la ilahe illallah demeyi dilinden ya gönlünden gece gündüz giderme gel. Her ne halide olursan bu duayı zarlıkla erte gece unutma. چی بود اون هستش؟ اللهم اینی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا و انا لا اعلم و استغفرک اما لا اعلم. معنیسی budur. ای جلالم. شایدم این یک چیز دیگه، من اینو حالا مثل چه میخونم. ای چلابم سنا سغندم. چلاب نوشته این الله رو، اللهم این رو چلاب، خدا رو اینجا اسم ترکی براش چلاب گفته. ای چلابم sana sığındım. Sana şirk getirmekten kim ben ani bilmeyem. Kim sana şirk getirmekten kim ben ani bilmeyem istiğfar ederim. Şül nesneden kim ben ani bilmezem. حالا اون عربی بود با قرمز نوشته بود، اینجا ترکیشو معنی کرد. سبحان الله دائما سلمون یا سلمون یه چیزی باشه، تشدید داره ولی برای همین. بونی دخی دنیل یا دگل حالا این یعنی بگو. ikinci قسم الله تعالی'nin صفاتین. حالا اینجا یک کتابی بوده که در رابطه با الله تعالی و تعالی صفاتش اینا بحث میکرده که حالا ببینید ikinci قسم الله تعالی'nin صفاتین bilindir. حالا بخش دوم کتاب یا اون ماده دومی که میخواد بحث بکنه در مورد صفات الله هستش. حالا اینجا ازش رد بشیم بریم صفحه 100 کتاب ببینیم که حالا خب رسیدیم به صفحه 100. ببینیم که چی زهی اینجا یه چیزی نوشته که باید از بالا بخونیم. ذاتine بلا کیفن ولا شبیهن küreler olur nimet دیدار غایت لذت دیدار gerekli سعادت دیدار
ayı, devlet, didar, o unudeler. Cür kusuri, zoru kusuri, akmiya, ayrık, cubur sururi ya hubur sururi buymuş. İhsanların yenergi, nedelim, yemeği, içmeyi, giymeyi, zehi. Yegregi. İhsanın yenergi, tedelim ya nedelim. Yemeği, içmeyi, giymeyi, zehi. İn'am, zehi. Vefa, zehi. İnayet, zehi. Sefa, zehi. Fazl, zehi. Ata, zehi. Sohbet, zehi. Liga, zehi. Lütf, zehi. Kerem, zehi. Dem, zehi. Qadam, zehi. Baxt, zehi. Visal, zehi. Nasib, zehi. Naval. ای گرنداش شرفک الله bir velillah didarden artık himmetün olmasın ve ayrık şeyen niyetün olmasın. Ayrık nesniye niyetin olmasın. Zira nimet khas oldur ve lezzet khas el-khasul khas oldur ve geru galan yani اون چیزایی که میمونه، گرو عقب موندگاه، اون چیزی که میمانه. Gerugalan nimetler hayvanlar ile beraberdir. Gerugalan nimetler hayvanlar ile beraberdir. Ademi oldur, hayvan nimeti eliye rivayettir. Ütmeğe 120 saf kişi görür. 80 saf ümmeti Muhammed'den 40 saf gerugalan ümmetlerden olup menzillü ola Allah Teala daim nezer eder. Vucuhun yevme izin nazire ila rabbaha nazire dediği oldur. Allahümme nuruna be nure veçikel kerim ve şerrifna be şeref zatikel azim be fazlike ve rahmetike ya erhamer rahimin. Ondan nardır bilesin tamu yedir bilesin. حالا تامو یدر چی نمیدونم این چی میشه. لها سبعت ابواب dedi ki oldur ve her birinin adı vardır. Birbirinden aşağıdır. Tamı 7'dir. Tamı 7'dir. همون هفتاش کلش تامو 7'dir. Bilesin. لها سبعت ابواب. اینو اینجا معنی کرد. Dedi ki o oldur ve her birinin adı vardır. Birbirinden aşağıdır ve her aşağının essisi 70 üstündekidir. Essisi 70 üstündekidir. Ve her birinin arası 70 yıllıktır ve her birinde 70.000 dağ vardır. Odden ve her tağın اینجا داغ رو با د نوشته بود، اینجا با ت دسته دار، یعنی با 2-3 کلمه فاصله. و تاغون عادی بنده 70.000 dere ve tağın adı bende 70.000 dere vardır. Odden ve her derede 70.000
çüşk vardır odden ve her çüşküde 70 bin av vardır odden. Av vardır odden ve her avda 70 bin dürlü azab vardır ki hiç biri birine benzemez ol cehennemdir. Andan لفظی‌دür. حالا این چی هستش؟ مثل لفظ لذی‌دür یه چیزی خونده میشه، کامل نمیدونم، قرمز یه مقدارم مخلوط شده. آندن هم هتمدür. هتمه جمع حتمه فکر کنم یا چیز به معنی هیزم. آندن سعیردür. اینا صفات جهنمی که آندن سقردür، آندن جهیمدür، آندن حاویه‌دür، آندن این مراحل اسامی اون هفتای جهنم رو داره میشماره دیگه. خب از اینجا هم بگذاریم بریم صفحه 150 ببینیم که در صفحه 150 این کتاب چه خبر هست. اینجا حالا رسیدیم به جاهایی که تقریبا همین اشعار بود. من از اینجا یه اشعاری رو بخونم ببینیم چی هست. میخوام هی برسم به یه جایی که اول حساب بکنیم ولی نمیشه. حالا از اینجا مفتاح باب حضرت انسان کامل آنجا varlık hakkın hakikat gayrisi zail ancak mevcud odur vücudi ola anun hakiki yoksa vücud zail bir vahm batil ancak. Bu iki sananlar biri iki sananlar ahval ahak gederür hem ama ahvak durur hem ama توحید bilmeyenler gayette cahil ancak zenbi vücudi mahvet zenbi vücudi mahvet iriş saray gurbe canu teng arade canan hail ancak içi cehan aşık verir azabi yare iki cehanı aşık verir azabı yare ol zevk ermeyenler o zevke ermeyenler cennet nakabil ancak. اینجا چرا شعر چیز میشه دوباره، یا شعر عوض میشه یا اینکه اینجا تموم میشه. مثلا eşkün yükü küllüm şehrini gönlüm şehrini eşkün yükü gönlüm şehrini gelikide yol eyledi gelegide yol eyledi eşkün yükü gönlüm eşkün yükü gölüm şehrini gele gede yol eyledi. Dahi adam halk olmadın sen sultanı kul eyledi. Hakkında kudret ve kuvvet hakkında kudret ve kuvvet hakkındır lütf ve inayet eyleyip bize hidayet ihsanını bol eyledi. Ol verdi cismile cani, ol verdi ilmu irfani, Hudayi yünce ihsani, evvel ahir ol eyledi. Dilün zikreyler ilahi ne için kalbin olur gafil. Şiiri bolende, این şiirهای سنگینه. Dilün zikreyler ilahi ne için kalbin olur gafil. خدا her yerde hazırken nedendir irade hail
تجلی اتس انوار کلام اتم وجه الله یا تمه وجه الله یناردی جمله موجودات ölerdی yerde perde zail yanardı cümle mevcudat ölürdü yerde zahil olan bu nişayı dünyada mu turahine salik olan bu nişayı dünyada mutu rahine salik olipdur küllü şeyin halikun sirri ana حاصل. این شعره، اینا شعرن ولی خب شعری نیستن که من با این شعر عادت ندارم، خیلی بلند و خیلی سنگینن، انگار که باید با سگاه بخونید این رو تا بتونید به هم وصل بکنید. گلlerin avda yakma gullerin avda yakma kerem eyle ya Mola. Aksgelerine bakma, askgelerine bakma, kerem eyle ya Mola. Yüz eksikli guldur, bir eksikli guldur. Birer ihtimalle eksikli guldur, ihsanıyla toldur, doldur hemen toldur. Senin rahmin boldur, kerem eyle یا مولا. حالا اینجا خالی گذاشته، اینجا کرم ایله بقیهش ننوشته. احتمال میدم که senin rahmetin boldur kerem eyle ya مولا. Tutalım kul lemidir. Hala efendisi kerimidir. Tutalım kul laimidir. Efendisi kerimidir. Adın Rahman Rahimidir. Kerem eyle. حالا بقیهشون یا مولا. یولونه توفیق ایله فضلونی رفیق ایله رحمت غریق ایله کرم ایله یا مولا. حالimize alemsen affedersen ekremsin. Halimize alemsin affeyle edersin ekremsin. Anamızdan erhemsin kerem eyle ya Mola. Çünkü insan eyledün bunca ihsan eyledün ehli iman eyledün kerem eyle ya Mola. İhsanını temim et ihsanını tetmim et gufranını naim et yolladığı talim et kerem eyle ya Mola. Dertli aşıklar için, yolda sadıklar için, bağrı yanıklar için kerem eyle ya Mola. Kutbi avliya için, sadri asfiya için, fahri enbiya için kerem eyle ya Mola. Daim sübatun için, yünce sıfatın için, şul güzel zatın için kerem eyle ya Mola. Hudayiye ihsan et. این اسم نویسنده هداییه. هداییه ihsan et. Rahmetiyle gufran et. Her işini asan et. Kerem eyle ya Mola. Muhit bahr توحیدی بلوب umman بی حاصل. محیط بحر توحیدی بلوب umman بی حاصل. Vücudun getresin mahvet eğer oldunsa ahli dil. Şab furgattaki kesret hayali zulmüdür aldenme. Sarabi گو سرابه سرایی گو سرابه
سرای سرده اول واصل مجازه باطمه ای سالک حقیقی مطلبه عزمت چه زیرا زل زایل دور اقامت ایلمز عاقل تموج ایلین دریایه یاغ انباله آلدنمه باغ انباله آلنمه تموج ایلین دریایه باغ انباله آلدنمه کنش تابنده çok şebnem bulursun kim olur zahil bulursun ki olur zahil güneş tabende çün şebnem bulursun ki olur zahil sarabi vahdeti gerküm gözgüm sana mani degül kesret olayı aftabi hiç vücudi zerrenün hail. حالا ادامه داره یه چنین اشعاری. من برم صفحه اینجا حالا بریم صفحه 50 رو هم یه مقدار. حالا من خیلی از 50 بالا رفتم، بریم برگردیم صفحه 50. خب اینجا صفحه 50 ببینیم. bir عشق پاک احسان ده ol قادر حی ودود ol قادر حی ودود حب سوا dilden gede hübbi seva dilden gede canım ede hakkı şuhud Mevla tecelli eyleye diller teselli eyleye ihsani külli eyleye zahir ola envar cud kel enfusu afak bak gel enfusu afaka bak این باید گل باشه gel enfusu afaka bak hak yolun uşşağa bak hakkı bülen uşşağa bak gel enfusu afaka bak hakkı bulan yani tapan uşşağa bak bir alemi itlaka bak geçsün izafat o kuyud ariflere irfan gerek aşıklara canan gerek sadıklara burhan gerek verne ziddeabaha çe sud garib hudayi can ve can و ten garib hudayi can و ten vahdet diyarine giden fani vücudi terk eden bulmez ki fi hakkani bülmez ni hakkani vücud در درونun سرتاسر عشق ile tolsun. حالا این دیگه یه شعر دیگری است. درونun سرتاسر عشق ile tolsun. دل جان مطلب اعلای bulsun. Vücudun milki gu Allah'ın olsun. Vücudun milki gu Allah'ın olsun. Koyup gayri sevayı سودایی استیالم مولایی. انگار که اینجا یک صفحه دوباره چیز شد. بله یک صفحه از بین رفت، برای اینکه اینجا گفته سطر بعدی در صفحه بعدی با این کلمه شروع میشه، احتمالاً اشکله با اشکله شروع میشه که دیگه اون صفحه نیست. بسیاری از این صفحه ها از بین رفته. اینجا خدایی هستش، اینجا دوباره نیست. یعنی یه شعری اینجا شروع شده، مثلا گفته bizi insan eden sensin şükür ya Rab ya Rab kemal ihsan eden sensin şükür ya Rab ya Rab cehani eyleyüp peyda bize ettün vücud ata hem anda ettün eşk ile ahya şükür ya Rab ya Rab bu zati tende bulurduk
bu zati tende bulurduk. Sıfatı gende bulurduk. Hayatı gende bulurduk. Şükür ya Rab, ya Rab. İbadi eyleyip icat, gulubi eyleyip abad edirsen kendüle irşad. Şükür ya Rab, ya Rab. Senindir kudret ve kuvvet. Yarade gayriler alet. Bölünmez lütfüle gayet. Şükür ya Rab، یا رب دیگه ادامش نیست، ادامش تو صفحه بعد نیست. اینجا یه چیزی گفته که باید در ادامه داشته باشه. ببینیم تو این صفحه هم همینطور اصلا ربطی به هم ندارن. معلومه که این کتابی که اینجا هست اشعار بیشتر ولی خیلی از بین رفته. حالا اینجا یه شعر دیگری میبینم که جالبه، لا اله الا الله. ببینیم گلون دیالم شوگله، گلون دیالم شوگله، لا اله الا الله eşkile segur zugile، لا اله الا الله cennet onunla açılır، müminlere nur saçılır، dostların geçilir، la ilahe illallah. Açılalım gökler ile, ötelim bülbüller ile، diyelim pak diller ile، la ilahe illallah. این مثل اون اشعاریه که در چیز میخونن این مشایخ و عارفا در وقتی دور هم جمع میشن تو خانقاه و یه چیزی اونجاها، انگار که اونجا اینها رو میخونن. بذار ببینید این شعر یاغنلر ارنلر این ولی تو این صفحه گم نشده، برای اینکه ادامه این صفحه در این صفحه همون شعر همون آهنگ ادامه پیدا میکنه. این لا اله الا الله انگار که اینجا تموم میشه و یه شعر دیگری آغاز میشه اینجا و دوباره یه شعر دیگری. اینا دیگه مربوط بیشتر به عرفان و اینجور چیزا و اذکار دراویش و مشایخ بزرگوار هستش که من در راه مانده، نه عقلم و نه احساساتم و نه درونم به اون مرتبه راه نیافته. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی günler مراد için dua kabulliği için mevludlar mübarekliği için her ne niyet okuduysa Hakkı Subhanehu ve Teala cümlemizi son demde ahir nefeste dünyadan ahirete iman ile gitmek müyesser olmaklığı için, daf'i bela için, reddi gaza için, husuli murad için, kaf elinde esir olan gasagun علی olan رکساگون. حالا این چی هستش؟ رکساگون و مز خلاص و geçmişlere iman kamil müyesser kılmak için ustalımızı o چی هستش؟ یه دعایی هستش که داره میخونه اینجا و تقریبا کتاب خیلی وقت تموم شده. عرض کردم یه بخش‌های دیگری رو یه عده دیگری نشستن و نوشتن اینجا. بذار ببینیم میتونیم این چیه این قسمت. جرا مادیه ایندی من الاصل الوقفی و شروطی علی النقد المبسوطی و حکمتو بصحت و لزوم عالما بالاختلاف الواقعی بین الائمه فی خصوص الوقف و عمومی و ایام الفقری عند الحمید الحقیر القسام الاساکر لعلته و خواص قسطنطنه چی. حالا اینجا دیگه یه چیزی هم اینجا نوشتن که
وقت و حبس مورد تا تحسین افندی ابن الشیخ یونس الفاتح الغازی یوم ازن به خواص القسطنطینیه المحمد 3000 درهم. حالا اینجا در مورد یه وقفه که دستی نوشتن، نگاه بکنید. حالا این کاش بشه از این حداقل از این سند یه تاریخی به دست بیاریم. این کتاب رو اگه آدم بخونه حتما براش به دقت بخونه، یه تاریخی درش هستش که میشه این تاریخ رو به دست آورد و ازش استفاده کرد برای این کتاب. به هر حال این کتاب متاسفانه معلومه که از 2-3 تا کتاب ترکیب شده. متاسفانه بخش‌های بسیار زیادی از کتاب دوم که ترکی هم بود، از قضا ترکی خیلی خوبی بود، یعنی بذارید بریم بالاتر. ترکی بود که صداگذاری شده بود. نگاه کنید این صداگذاری ها رو دارم میگم. این کتاب ترکی که اینجا نوشته شده بود قبل از اشعار دارای صدا بود و به ما کمک میکرد که کلمات رو درست بخونیم و درست بفهمیم. البته بعد از اون هم دوباره این کتاب من اینجاها رو نخوندم، حالا یک صفحه از اینجا هم بخونم چون میخوام دیگه تمام بکنم. ببینم که görürken Halid ibn Velid sahabenin birisiydi. Yol ezi neçe günlük yabana gitti. Bir sahrada geldi. Bir ulu dörtün gerirdi. Bir ulu dörtün görürdü. Etti. عجب بودرن. حالا این چیه؟ اینو رو نمیتونم بخونم واقعا. عجب بودرنن بودرننن درنگیدر. احتمالا درنک باشه. اینا درنکه. من حالا görerken Halid ibn Velid sahabenin birisiydi. یول ازدی. حالا این باز مثل رزه نیست، این دالزه دوباره. ازدی نیچه günlük یابانه gitti. یابان همان بیابان، صحرای لم یزرع. Bir sahrada geldi, bir ulu dernek gördü. Bir ulu dernek gördü. این درنک امروزه نمیدونم در اون زمان چی بوده، ولی امروزه معمولا به NGO های ادبی و اینجور چیزا درنک گفته. به انجمن درنک میگن. اون چیزی که الان در عربی انجمن هست، در ایران هم خیلی انجمن رایج شده، به اون درنک گفته میشه. bir ulu dernek gördü. Etti گفت عجب bu dernekin ننن درنگیدی. نگاه کن این یه جمله بندی خاصیه مال ترکیه، یه لهجه خاصی از ترکیه است. خب gördü etti گفت عجب bu dernek ننن درنگیدی. این درنک چه چیزی است؟ bu dernek ننن ننن مثل کجا بود من اینو دیدم؟ قزوین و همدان و اینها ننندر. مثلا یه چیزی یه جمله‌ای دارن نمه نسینین فلانو در نسینین. حالا این داره مثل همون جز لهجه اون قسمت ها. ننون در نگیدر و قوم نه قومدر و کافر میگی مسلمان میگی. کافر می، حالا اینجا گی یک گ داره یک که داره. کافر میگی، مسلمان میگی دیگه تاغرو آنا گدی. حالا اینجا این میگی رو باید چه بخونیم؟ این میکی رو چه باید بخونیم؟ من باید اینو می بخونم، اون که وسط خونده نشه. نه قومدر
kafir mi? Müslüman mi? diyor Toğru ana gitti. Yani به طرف اونها رفت. پس یقین gelecek gördüğüm pes yakin gelecek. Hala ki reft yakin miyor. Gördüğüm kafirlerdir. Surete girip onlara زشتی یا نرشتی. نمیدونم اینجا یه چیزی نوشته که onlara نرشتی bir kafir etti. Musafirim, Arak'tan gelirim. Musafirem, Arak'tan gelirim. Karıştı, onlara karıştı, karıştı. Onlara karıştı. Bir kafir etti, bir kafire etti. Ve ye kafiri گفت. Musafirim, Irak'tan gelirim. Bu derneklü حالا اینجا یک چیزی نوشته که نمیدونم چی باید بخونیم. درنکلو لطیم اصل ندور bana ediyor dedim. Kafir etti. İş bu vilayette bir rühban vardır. Yılda bir kere gelip nasihat eder. Cemi halk eşider. Tamam biriyle diken ölünle ol. Bir vaaz nasihatle amel ederler. Üçte bugün yılbaşıdır. Hemen saat gelirse derdi pes gelirsedir. Gelisirdir dedi. Saat gelisidir dedi. Saat gelisidir dedi. Pes anlemendin rühban dahi geldi. Ol hamelfa çoklu o halga ihtimalen. Elbette اینجا halga çoklu çeri dürlü az izzetler edip ol nasihat yere getirdi. Çok ruhban. این ruhban مثل رحمان نوشته در حاشیه رهبانش کرده. این بالا هم همون بود. çok ruhban قصد eyledim kim ol halqi nasihat ede hemen dem dili tutuldu. Söylemedi. خب حالا اینجا صداگذاری نکرده با یک ادبیات دیگری اینجا رو با یک لهجه دیگری اینجا رو نوشته. خیلی هم عالی هستش. حالا بریم صفحه آخر کتاب رو نگاه بکنیم. اینجا تاریخ رو گفتیم که 1271 زده که گفتیم تاریخش هم اینجا 171 سال پیش میشه. این حداقل این کتاب در اون تاریخ نوشته شده. البته اینجا هم یه چیزی هستش که نمیدونم قضیه چی هستش. اینجا محاسبه کرده. شاید هم محاسبه یک تاریخ باشه. نمیدونم. گلدان سنه لایی توله. گلدان سنه لایی توله. عاشق سنه خنده بوله. مگر سندن احسان اوله. یا ربنا یا ربنا. حالا اینجا یه عددهایی رو محاسبه کرده که خب فکر کنم برای امروز کافی باشه. کتاب جالبی بود، به خصوص قسمتی که به نظر من اومد که امروز برف اومده در اردبیل، بخش‌هایی از اردبیل برف اومده و اینجا هم اون رو دیدیم. البته انگار که اینجا هم بله دوباره اینجا برف رو نشون میده که زنجیر چرخ هم انداختن به ماشین ها که بتونن احتمالاً گردنه ایران باشه اونجا رو بتونن برن. حالا یه نفر اینجا رو هم امضا زده. جالبه چطوری تونسته روی امضا بندازه. ویدیو جالبه، تاریخ زده و اینها، ویدیو انداخته اینجا. به هر حال
به نظرم کتاب خوبی بود، به خصوص که مربوط به موضوع تخصصی بود که من درش تخصصی ندارم. اشعار زیادی رو دیدیم که یک دو تا از اشعار رو هم خوندیم تا اونجایی که تونستیم بخونیم. به هر حال کتاب جالبی بود و یکی از ذخایر تمدن فکری، احساسی و مکتوب ترک‌ها حساب میشه. به امید اینکه الله تبارک و تعالی یک روز دیگری رو هم قسمت و روزی بکنه تا بتونیم با یک کتاب ترکی قدیمی چند سه ساله تخصصی خطی دست نوشته رو بخونیم و در زندان درون خودمون، در زندانی که در ذهن ما، در عقل ما ساختن، بتونیم یک سوراخی به بیرون و به آزادی و به حقیقت بیرون از این زندان جهل پیدا بکنیم، راه یابیم. روز و شب و هر وقتتون به خیر و خوشی باد. به